درویی و نفاق آخوند قزوینی در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. آخوند قزوینی میگوید ما اهانت به همسران پیغمبر را تحمل نمی کنیم. اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. اما وقتی تقیه را کنار میگذارد میگوید ما خب در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم، حالا انشالله باب گفتگو باز شده. و میگوید درست من فرمایش جناب آقای سید جعفر مرتضی را دارم نقل میکنم و این آقایان که اصلا بلد نیستن معنا کنن. المرأة شر و شر ما فیها لابد منها. بدتر از او این است که ما ناگزیریم از این. المرأة شر کلها و شر ما فیها لابد منها. شر بالاتر این است که ما ناگزیریم. این آقایان و شر ما فیها میگه سراپا شر، اصلا شر ما فیها مربوط به جمله دیگریه. علی ای حال جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها و شر از این است که ما ناگزیریم. عایشه سراپا شره. شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم. همسر پیغمبره، ام المؤمنین هست. برای شما عرض کنم هرچی باشه کوچکترین جسارتی هم بخوام بکنیم مثل توف سربالا میمانه. مجبوریم ما به هر نحویست این رو تحملش کنیم. اما یکی از بینندگان پرده از نفاقش بر می‌دارد. شما میگی اهل سنت با وهابی فرق دارن. بله فرق دارن. میای مقدسات اهل سنت را به مقدسات اهل سنت توهین میکنی. خب یه نمونهش رو بفرمایید تا حضرت استاد پاسخ بدن. بفرمایید مثلا اینجا توهین کردیم. من خودم بخش زنده یک دفعه داشتم نگاه میکردم گفت حضرت عایشه سر تا پا شهر است. حضرت عایشه به مقدسات اهل سنت توهین میکنه. حضرت استاد این رو پاسخ دادند حدود چند کی من گفتم این رای آقا سلمان میتونید بفرمایید کی گفتم؟ اما اینگونه توجیه میکند. در رابطه با این حکمت 238 یکی از علمای شیعه آقای سید جعفر مرتضی در کتاب خلفیات کتاب معصعة الزهرا جلد 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. فراموش کرده که خودش قبلا یک قاعده گذاشته که اگر کسی سخنی را نقل کرد و آن مطلب را رد نکرد یعنی اینکه خودش بدان اعتقاد دارد و آن را تایید می کند. حدش نقل کنه در برادر بزرگ. ببینید قانون کلی اینه اگر یک اجازه بدید یک فقیه یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد یعنی خودش هم عقیده داره. قائل به همین هست. قائل به همین هست. و منافقت ادامه دارد. اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. و میگوید ما میایم برای شما عرض کنم از عایشه حرف میزنیم اگر بناس خیلی مطالب ما نسبت به عایشه داریم ما. و باز میگوید بکنه همونجور که شجاعانه تو خونتون نشستی عایشه فکر نمیکنه ناموس رسول الله چجوری من بیام در خونتون اسم خانم شما رو ببرم خانم فاطمه حسن تقی افسانه خانم خوبه اینجوری زورتون میاد بگیر حضرت عایشه. ما به هیچ وجه برای عایشه حضرت نمیگیم. ما به هیچ وجه نمیگیم برای عایشه حضرت. ما علنا داریم میگیم. ما نفاق هم نداریم. ما عایشه رو یک فردی که در برابر امیرالمؤمنین ایستاده با علی جنگیده اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. عایشه سراپا شره. شر بالاتر از این هم این هست که ما باید تحملش کنیم. ما به هیچ وجه برای عایشه حضرت نمیگیم. ما به هیچ وجه نمیگیم برای عایشه حضرت. میایم برای شما عرض کنم از عایشه حرف میزنیم
اگر بناست خیلی مطالب ما نسبت به عایشه داریم. ما عایشه سراپا شره، شر بالاتر از اینم این هست که ما باید تحملش کنیم. ما علنا داریم میگه، ما نفاق هم نداریم. اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. عایشه سراپا شره. ما خب در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم، حالا انشالله باب گفتگو باز شده. جناب سید جعفر مرتضی میگه و شر ما فیها لابد منها، و شر از این است که ما ناگزیریم. عایشه سراپا شره، شر بالاتر از اینم این هست که ما باید تحملش کنیم. و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. قانون کلی اینه، اگر یک اجازه بدید یک فقیهی، یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد، یعنی خودش هم عقیده داره، قائل به همین هست. قائل به همین هست. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. به راستی منافقان در پایین ترین رده دوزخ قرار می گیرند و هیچ یاوری برایشان نخواهی یافت.